با درود احترام خدمت شما دانش آموزای عزیز، میخوایم شروع کنیم تست های سال دهم رو از کنکور اردیبهشت 1404 با هم حل کنیم. نوبت اول اردیبهشت 1404 و سوال های سال دهم. یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم بچه‌ها. خیلی از دانش آموزا این تفکر رو دارن که چون که سال دهم تعداد سوالاتش کمتره، ما بیایم سال دهم رو حذف کنیم، کلا دهم رو نخونیم و این کار اشتباهیه. سعی کنید حتما بخونید، حتما تستش رو بزنید، حتما آزمونهاش رو بدید و خیلی راحت میتونید 30% رو از 20% رو 20 الی 30% رو از سال دهم کسب کنید. معمولا 6 تا سوال میاد و هر سوال اگه 3.3 در نظر بگیرید هولوش 20%، بعضی موقع تعداد سوالات بیشتر اگر باشه درصدتون بالاتر خواهد. بنابراین شما 20% هولوش 20% میتونید از سال دهم داشته باشید، چون سوالای سال دهم راحته و خیلی راحت میتونید اون درصد مربوط به سال دهم رو کسب کنید. بنابراین سال دهم رو دست کم نگیرید، حذفش نکنید و حتما بخونیدش، چون تعداد سوالاتش کمه و سوالاتش آسونه. الان کنکور سال 404 رو نوبت اولش رو با هم سوالاتش رو حل می‌کنیم می‌بینید و در پست‌های بعدی کنکور نوبت‌های بعدی و سال‌های بعدی رو سوالات سال دهمش رو ابتدا حل می‌کنیم و میریم سراغ سال 11 و 12. سوال‌هایی که نمره میاره رو و راحت هست رو ما می‌خوایم حل کنیم. ما نمی‌خوایم صد بزنیم، می‌خوایم میانگین 50% رو داشته باشیم تا بتونیم به اون هدفمون که مد نظرمون هست برسیم. اگر تونستیم بیشتر بزنیم که خیلی عالیه، بنابراین ترازمون بالاتر میره. اگر هم نه، ما همون هولوش میانگین 50% رو مد نظر قرار میدیم. بریم سراغ سوالای فیزیک سال دهم از کنکور اردیبهشت، این که سال 11 بارومتر. خب این سوال دهم، سوال 49 سوال دهمه و میخوایم با هم حلش کنیم. دقت کنید، میگه کدام مورد نادرست است. بارومتر وسیله ساده برای اندازه‌گیری فشار جو است. این درسته. فشار در یک عمق معین از مایع به جهتگیری سطحی که فشار به آن وارد می شود بستگی. خب فشار در مایعات بچه‌ها ما میدونیم که به جهتگیری سطحی که فشار اون بستگی داره مربوط نمیشه، بستگی نداره. فشار در مایعات به ارتفاع بستگی داره. پس اینجا این سوال میتونه غلط باشه. بستگی دارد باید بستگی ندارد باشه و من رنگ رو هم عوض کنم. بنابراین وقتی این غلط شد، دو تا دیگه درسته دیگه. جوابمون شد گزینه 2. بریم سراغ سوال دهم بعدی که ببینیم کدوم سوال دهمه. این سوالی که ازش میگذریم سوالای سال 11 و 12 هستن اکثرا، که ما اونا رو در پست های بعدی بررسی خواهیم کرد. خب بریم سراغ سوالای دهم. سوال دهم، این دهم میگه شعاع قاعده یک مخروط توپر برابر به 10 سانتی متر است و ارتفاع آن 20 سانتی متر. اگر جرم این مخروط 5.4 کیلوگرم باشد، چگالی مخروط در اس آی چقدر است؟ پی رو هم به من داده 3. خب چگالی رو از من میخواد. من میدونم که فرمول چگالی چی بود؟ رو مساوی با ام بر روی وی و چون مخروطه، حجم مخروط هم چی میشد بچه‌ها؟ 1/3، چون مخروط قاعده‌اش دایره است میشه پی آر 2. 1/3 اس اچ بود دیگه. اس من که پی آر 2 پس میشه 1/3 پی آر 2 اچ و من این عبارت رو جایگذاری میکنم. روی من میشه ام من که به من داده بود چقدر؟ 5.4 کیلوگرم و حسب کیلوگرم داده، من کیلوگرم می‌نویسم. اینجا میشه 1/3 پی رو به من داده 3 پی آر 2 اچ. خب پی آر 2 اچ آر من چقدر بوده؟ شعاعش 10 سانتی متر بوده، میشه سانتی متر بوده، باید تبدیل به متر کنیم. میشه 10 ضرب داره 10 به توان منفی 2 به توان 2 و ارتفاعش هم که 20 دیگه، 20 ضرب داره 10 به توان منفی 2 که باید تبدیل به متر مربع بشه. خب اینا دوتا که با هم دیگه خط میخورن، با هم دیگه از بین میرن. این میشه 10 به توان، میشه 100 ضرب داره 10 به توان منفی 4. اینم که 20 دیگه، درسته؟ 20 ضرب داره 10 به توان منفی 2. اگر ساده کنم این صفرها با این میره، این میشه منفی 3 با اون میشه منفی 2 و 2 هم اگر بنویسم اینجا میشه 5 و 4 بر روی 2 ضرب داره 10 به توان منفی 3 میشه 5400 بر روی 2 که میشه 2700 که میشه گزینه 1. بنابراین نگاه کنید، یک سوال ساده فقط یک فرمول بود، اینه که باید از ریاضی سال نهم بلد باشین و خیلی راحت یک تست سال دهم رو تونستین جواب بدید. حالا من اینجا چون می‌خواستم توضیح بدم می‌خوره طول کشید، اما شما خیلی راحت میتونید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این تست رو حل کنید. بریم سراغ تست بعدی
که نوشته مطابق شکل زیر جسمی به جرم 2 کیلوگرم از بالای سطح شیبدار به پایین سطح میلغزد و اگر بزرگی نیروی استحکاک در این مسیر 1/4 بزرگی وزن جسم باشد، کار نیروی وزن در این جابجایی چند ژول است. جی رو هم به من داده ده. خب من میدونم کار نیروی وزن، کار نیروی mg برابر بود با منفی mg دلتا هاش. درسته؟ پس همین رو اگر جایگذاری کنم، منفی ام من 2 کیلوگرم بود، ضرب در جی من 10، ارتفاع منم که 10 میشه چند؟ میشه 200. منفی داره، ما اندازه‌ش رو می‌خوایم و میشه گزینه 2. به همین راحتی. سوال بعدی میگه، سوال 74، یه اتومبیل روی خط راست از حال سکون با شتاب 3 متر و مجذور ثانیه به حرکت در میآید و تغییر انرژی جنبشی آن در ثانیه دوم چند برابر تغییر انرژی جنبشی در ثانیه اول است. خب در ثانیه اول و در ثانیه دومش رو دقت کنید. اینجا گفته ثانیه، این رنگش عوض کنم، اینجا میگه ثانیه دوم. ثانیه دوم میشه ثانیه 1 تا 2. ثانیه اول میشه ثانیه 0 تا 1. شتاب رو هم به من داده چی؟ 3 متر و مجذور ثانیه. خب من شتاب رو اگه یادتون باشه، این سوال 74 ها، شتاب رو اگه یادتون باشه من چجوری به دست می آوردم؟ شتاب رو میشه دلتا وی بر روی دلتا تی دیگه. درسته؟ در ثانیه دوم چند برابر تغییر انرژی در ثانیه اول. خب تغییر انرژی رو اگر من بخوام بنویسم، در واقع باید بنویسم دلتا کا پریم بر روی دلتا کا، یا دلتا کا 2 بر روی دلتا کا 1. اگر من بخوام حساب کنم، دلتا کا میشه 1/2 ام وی 2 منهای 1/2 ام وی 1 دیگه. درسته؟ خب 1/2 ام رو از صورت مخرج اگر بزنیم میشه وی 2 منهای وی 1 برای ثانیه اول میشه وی 1 منهای وی 0 و اگر جایگذاری کنم، دقت کنید این رو میخواستم بهتون بگم که A میشه دلتا وی بر روی دلتا تی. خب A رو به من داده 3 در ثانیه اولم که میشه 0 تا 1. درسته؟ پس میشه 1 منهای 0 که میشه همون 1 و دلتا وی بر روی دلتا تی رو دارم میگم. دلتا وی هم که باید طبیعتاً 3 منهای 0 بوده باشه که شده 3 دیگه. درسته؟ پس دلتا وی 2 من در واقع 3 بوده، وی 1 من چند بوده؟ وی 2 من 6 بوده، وی 1 من 3 بوده که از هم دیگه کم شدن. اینو پاکش کنم. پاک کن رو. خب که این 6 منهای 3 بوده. خب این 3 بوده که میشه 3 و اگر دومی رو به دست بیارم، شتاب ثابته دیگه. شتاب در حالت دومی هم 3 شده. در حالت دومی میشه 2 منهای 1 میشه 6 منهای 3. بنابراین اینجا 6 به توان 2 منهای 3 به توان 2، اینجا 3 به توان 2 منهای 0 به توان 2 که میشه 27 نهم و خواهد شد 3 که میشه گزینه 3. برای سوال بعدی، سوال 75. سوال 75 چی میگه؟ سوال 75 میگه که دو کره توپر آلومینیومی A و B به ترتیب دارای 5 کیلو جول و 20 کیلو جول گرما میدهیم بهشون. اگر افزایش دمای کره A 2 برابر افزایش دمای کره B باشد، شعاع کره B چند برابر شعاع کره A است. شعاع کره B چند برابر شعاع کره A است. خب از این سوال رو ما بچه‌ها به دو حالت میتونیم حل کنیم. اون حالتی که راحت تره و زمان کمتری ازتون میگیره رو من براتون حل میکنم. چون گفته ما به جسم گرما داریم، درسته؟ و ما دو جسم داریم، جسم A و جسم B. خب Q چی بود؟ Q رو ما داشتیم MC دلتا تتا یا دلتا تی بود. درسته؟ خب اگر من Q A رو بر روی Q B در نظر بگیرم، میشه M A بر روی M B ضرب در C A بر روی C B ضرب در دلتا تی A بر روی دلتا تی B. در صورتی که توی سوال به ما گفته بود که اگر افزایش دمای کره A 2 برابر افزایش دمای کره B باشد، یعنی دلتا تی A، اینجا براتون بنویسم، دلتا تی A چی بوده؟ دلتا تی A برابر با 2 تا دلتا تی B بوده. خب این رو اگر جایگذاری کنیم، سوالش ادامهش رو بخونیم. میگه افزایش دمای کره B باشد، شعاع کره B چند برابر شعاع کره A است. خب دقت کنید، من گرمایی که به دو تا کره توپی آلومینیومی دادیم، کره A بهش 5 کیلو جول گرما دادیم و کره B رو 20 کیلو جول گرما دادیم. خب بنابراین اگر من طبق این فرمولی که نوشتم جایگذاری کنم، میشه 5 بیستم مساوی با M رو ندارم، میشه M A بر روی M B C A، چون که هر دو تا C آلومینیوم با هم دیگه خط میخورن، بالا و پایین یکیه. دلتا تی A دلتا تی B گفته دلتا تی A مساوی با 2 تا دلتا تی B
بنابراین همینجا جایگذاری میکنم، دلتا تی آ رو همون دلتا تی دو تا دلتا تی بی می‌نویسم، دو تا دلتا تی بی، اینجا هم دلتا تی بی که با هم دیگه خط میخورن. این عبارت کلا میشه 2 و اینجا میشه 5 بیستم میشه 1/4 1/4 ام آ رو چی نوشتم میشه ام آ بر روی ام بی ضرب در 2 که بنابراین ام آ بر روی ام بی من میشه 1/8. خب از طرفی هم من چگالیشون رو باید مد نظر قرار بدم. چرا چگالیشون رو باید مد نظر قرار بدم؟ چون که از من چی رو میخواد؟ شعار رو میخواد، درسته؟ من توی این فرمول و جرمشون رو من ندارم. چون جرمشون رو ندارم، جرمشون رو از کجا باید به دست بیارم؟ از فرمول چگالی باید به دست بیارم. رو مساوی با m بر روی v بود و m من میشه رو v. m من میشه رو v و رو من در چی ضرب میشه؟ v من چی بود؟ چون که من دو تا کره داشتم میشه 4/3 پی آر 3. درسته؟ حالا آر رو آر بزرگ میشه، تفاوتی نداره. بنابراین اگر ام آ بر روی ام بی رو من در نظر بگیرم، ام آ بر روی ام بی میشه آر آ بر روی آر بی به توان 3. خب ام آ بر روی ام بی که 1/8 بود، بنابراین میشه 1/8 برابر آر آ بر روی آر بی به توان 3. به توان آر آ بر روی آر بی به توان 3 شده 1/8. پس آر آ بر روی آر بی میشه 1/2 و سوال از ما شعاع B نسبت به آ رو خواسته. گفته شعاع کره B چند برابر شعاع کره آ است و ما همین رو جای صورت مخرجش رو عوض می‌کنیم. آر B بر روی آر آ میشه چند؟ 2 که میشه گزینه 4. میشه گزینه 4. خب خسته نباشید پسرای عزیز. سوالای سال دهم در این کنکوری که با هم حل کردیم، کنکور اردیبهشت 1404 تموم شد و وارد سوالات قسمت بعدی، وارد سوالات شیمی شده. بنابراین ما در پست بعدی کنکور نوبت دوم 1404 رو با هم حل میکنیم، رشته تجربی و ریاضیش رو، و به سالهای دیگه در پست‌های بعدی خواهیم پرداخت. امیدوارم سلامت و شاد باشید.